السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکثریت اپا و خواهرها یعنی روزش نیست که یک 5-6 مرتبه زنگ نزنن، یعنی هر انسان ها زنگ میزنن در باب طلاق و نکاح سوال و جواب میکنن. از همتون خواهیش هر سوالی که دارین، سوالایی که نکاح و طلاق هستن، جای مفتیات برین، مسجد های کلان خازیات دارن، از همونجا برین پرسان بکنین، چی در تاجیکستان باشه چی در شهر مسکو و سن پترزبورگ. یعنی نصیحت برای خواهرانی که یعنی در بگیم در حالتی که مرد غضبناکه، همونها را میگن که جوابی مرا بده، عیاذا بالله. با صبر باشین، یعنی زندگی مشکلی ها میگذره در زندگی، یعنی انسان با صبر باشه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که اتقوا قهر الرجال، شما از غضب مرد بترسین. وقتی که مرد غضبناک شد نمیفهمه چیکار کرده است. به همون خاطر خواهران عزیز با صبر باشین، این کلمه را نگین. وقتی وای غضبناک تیره میگوش اتوماتیک که طلاق تون میده، بعد با اون 3 فرزند و 4 فرزند شما کجا میرین؟ بازی میبینین که اکثریت خواهرها یعنی دختر خونه شوهر نکرده استن، اختار شاهد همین حال هستین. با 4 فرزند تا شما کجا میرین؟ نه اکا قبولت میکنه، نه پدر نه مادر قبولتون کن. یه روز دو روز سه میگه که بخیر برای کار کن. ببینین که اکثریت زنهای بی‌وزن‌ها در شهر مسکو کار میکنن، یعنی مینت نیسته. از سبب مشکلات زندگی بعضی اوج جدا میشون. خیال میکنه که همینو ایروی خرسندی زندگی میان همجا کار میکنن، که شو میخزن میرن کار میکنن در دست ارمن آذربایجان، در دست ایران، یعنی نیان کابونی میکنن، دام روبوت نیچه میشن دیگه خیال میکنن از همینها از خوبی خوشبختی زندگی کار میکنن. نه، از زور اومد زندگی است. همون خاطر خواهران عزیز والله که وقت گیرون میشم حال احوال اینا رو میبینم. وقتی که زنگ میزنن مادر گفت یا در رحم ماندگی هست که کمک کنیم. الحمدلله، یعنی به قدر امکان چیزی که دستمون میاد کوشش میکنیم کمک میکنیم اپا و خواهران و مادران مسلمان خودمون. الحمدلله. نیکی شما با صبر باشین، در زندگی کمبودی ها میشوه، صبر میکنن. وقتی شما صبر نکردین ما صبر نکردیم، عالم چی میشوه؟ عالم ویران میشوه. اون خاطر اپا و خواهران یعنی بسیار وقت میشه در درون ماشین ویدیو میکنیم رفته ایسیم ضروریامم از سبب که وقت به نهایت تنگه. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را توفیق بده و برای راست هدایت میکنه. نگذارن که این شیطان بین شما تفریقه باندازه. وقتی غضبناک شید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگه اگر شما ششتگی باشین یعنی غضبناک شدین بخیزین، اگر راستا باشین غضبناک شدین یعنی خورین بشینین، با صبر باشین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتی غضبناک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بگین، یعنی از خونه خارج شین برین مدت 1 ساعت نیم ساعت آرام شین، بعد برگردین به خونه بیاین. غضب نکنین. این غضب انسان غضبناک شد یعنی پلوان همون انسانیه که در حالت غضبناکی خچه میخپه. برادران عزیز با صبر باشین، اپا و خواهرها در جون شوهراتون نزنین تا اینکه همین کلمه طلاق به زبان نوارن. الله سبحانه و تعالی همه ما شما توفیق بده. یعنی شوهرشون به خاطر شما رسیمون، به خاطر شما کار میکنن، زندگی فعالی همه کار میکنن، به خاطر اینکه فرزندهاشون یتیم نمونن، فرزندهاشون در کوچه نبرن نطلبن، یعنی زنهای اونها نبرن کار نکنن. باید شکرانه کنین. الله سبحانه و تعالی میگه که لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکران نعمتی ما میکنه ما زیاد میکنم، و کفران نعمتی که ما عذابم بالای سر شما میارم. با هم خاطر عذاب اون است که اگر چیز در سر شما میده بکنن، یعنی از شوهر جدا میکنه عذاب میکشی، شوهر در دنیا میگذره عذاب میکشی، یعنی بسیار امتحان میکنه، شوهر تا مریض میکنه مجبور میشه برای کار کنی، یعنی یکی اگه بیماری به سر خودت میاره. هم خاطر از الله منان طلب کنین که خداوند همیشه یک جا باشین و بینتون شیطانی لعین تفریقه نه اندازه و شما جدا نشین. الله سبحانه و تعالی رزق و روزی برای هر یک شخص مسلمان نصیب گردانه و از تمام بلاها و آفتهای زمین و آسمان هر یک ما شما را نگهبان باشه. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله.